دشت‌های بزرگ آسیا دیگه هیچ وقت گرگ خاکستری مثل تیمور لنگ به خودش ندیده. تیمور توی خانواده معمولی به دنیا اومد. امپراتوری بزرگی تشکیل داد که از چین تا سواحل مدیترانه، از هند تا مسکو ادامه داشت. تیمور خودش رو فرمان روای تعیین کننده سرنوشت ستاره ها میدونست. میگویند اگر نام یکی از 10,000 سربازش را میشنید همیشه به خاطر میسپرد. با هر دو دست شمشیر میزد و با هر دو دست مینوشت. تیمور را جزو یکی از 3 نبوغ برتر نظامی کل دورانها میدونن. بعضیها بهش احترام میذارن و بعضیها هم با نفرت ازش یاد میکنن. ولی کارهایی که تیمور انجام داده کاری انسان معمولی نیست، بلکه نشان از توانایی فوق‌العاده تیمور داره که از هیچ به همه چیز رسیده. تیمور لنگ طی ماجراجویی 35 ساله‌اش 17 میلیون نفر را قتل عام کرد. کل عمر و زندگی تیمور پر از ماجرا بود. تیمور سال 1336 توی روستا متعلق به قبیله برلاس ها به دنیا اومد. او پسر تراغای و تکین خاتون بود. وقتی جغتای خان حکم مرگ تیمور را داد، به همراه همسرش آلجای ترکان و دوست صمیمیش امیر حسین فرار کرد و در بیابان به راهزنی و دزدی مشغول شد و حتی به عنوان مزدور هم کار کرد. مدتی هم اسیر و به مدت 2 ماه در انباری پر از حشرات زندانی بودند. پس از این اتفاقات تیمور از ناحیه دست و پا آسیب دید و به تیمور لنگ معروف شد. تیمور بعد از خوب شدن زخمهاش به همراه حسین دوباره به ماوراءالنهر برگشت و برای کسب شهرت و اشغال ماوراءالنهر با استفاده از تاکتیک‌های هوشمندانه‌ای که خودش طراحی کرده بود در میدان جنگ بر رقبای خودش پیروز شد. در یکی از نبردهاش به سربازانش دستور داد که در تپه‌های اطراف دشمن هزاران توده آتش بپا کنند و دشمن هم فکر کرد که از هر 4 طرف محاصره شده. یا توی نبرد دیگه سربازان تیمور موقع دنبال کردن سربازان دشمن به فرمان تیمور به سپرهای خودشون شاخه‌های پر از برگ درختان رو بستن تا حین حرکت گرد و خاک زیادی بپا کنن و دشمن فکر کنه که یه ارتش داره به سمتش میاد. سربازان تیمور با این روش چندین شهر مهم رو تونستن محاصره کنن، ولی با این حال تیمور نمیتونست خودش رو به عنوان خان خطاب کنه، چون طبق قوانین چنگیز خان فقط نوادگان چنگیز میتونستن عنوان خان رو داشته باشن و به خاطر رسم و رسومات تیمور خودش رو امیر خواند و همیشه یکی از نوادگان چنگیز خان از جمله کوکلا خان در کنار تیمور بود. و بعد از این فتوحات باور نکردنی تیمور شروع شد. دلیل پیروزی های تیمور این بود که او علاوه بر اینکه رهبر خوبی بود، همچنین در کارهای خودش خیلی از حیله، فریب و سیاست استفاده می‌کرد. تیمور تشکیلات جاسوسی پیشرفته‌ای رو برای خودش به وجود آورده بود. قبل از سفر به هر جا اول اطلاعات مفصلی رو درباره اون مکان به دست می آورد و هم درباره اختلافات و هم درگیری‌های داخلی اون کشور اطلاعات کسب می‌کرد. البته یکی از مهمترین تکنیک‌های تیمور ایجاد رعب و وحشت بود. خیلی از شهرها بدون هیچ مقاومتی در برابر تیمور تسلیم می شدند. شاید بپرسین چطور این اتفاق می افتاد. مثلا تیمور تو سفرش به هندوستان تو یه روز سر 100,000 نفر از مردم عادی رو از بدنشون جدا کرد. وقتی تیمور دهلی پایتخت هند رو اشغال کرد، ارتش هند 125 فیل داشت. تیمور برای مقابله با فیلها راه حل وحشتناکی رو به کار برد. اون 100 تا شتر رو به همدیگه بست و این شترها رو آتش زد و بعد هم روی فیلها انداخت. فیلها که ترسیده بودن عقب نشینی کردند و سربازان هندی زیر دست و پای این فیلها له شدند. تیمور سر کسانی که تسلیم نشدند و در مقابل سربازانش جنگیدن را برید و از این سرها برجی ساخت. تو سفرهاش به هند میسیونرهای مبلغ دین مسیحیت رو از هند فراری داد و اجازه نداد که این دین رو در هندوستان گسترش بدن. تیمور علاقه خاصی به سر بریده داشت. وقتی مردم در برابر سپاه تیمور مقاومت می‌کردند، تیمور میزهایی میچید و از سربازانش خواست که هر کدوم 2 تا سر ببرند و بیارن پای میز و به اسم خودشون ثبت کنن. بعضی از سربازها که نمی‌خواستن سر هم نوع خودشون رو ببرن، به سربازهای دیگه پول میدادن و ازشون کله می‌خریدن تا به اسم خودشون ثبت کنن و بعد هم در قسمت‌های قابل رؤیت شهر از این سرها برج می‌ساختند. ولی با وجود همه این کارها، تیمور فقط یک فرد بربر و وحشی خالص نبود، بلکه شخصی بود که علاقه زیادی به سازندگی و آبادانی داشت. همه کشتارهایی که تیمور انجام داد مطابق با قوانین وضع شده توسط چنگیزخان بود. هدف تیمور به وجود آوردن یک امپراتوری نبود، بلکه او می‌خواست به همه جهان سلطه پیدا کنه و او جزء معدود افرادی بود که قابلیت و توانایی تسلط پیدا کردن بر جهان رو داشت.
ادگار آلن پو تو یکی از شعرهاش تیمور را به عنوان خدایی توصیف میکنه که به واسطه انسان بودنش حیف و میل شده. تیمور خودش رو صاحب قران، یعنی کسی که تقدیر ستاره ها رو تعیین میکنه، میدونست و میگفت از اون جایی که خدایی در آسمان ها وجود داره، پس باید حاکمی هم در روی زمین وجود داشته باشه. و معتقد بود که زمین برای برآورده کردن نیازهای یک فرد خیلی کوچیکه. تیمور علاوه بر مهارت جنگیدن، توانایی خاصی در ایجاد نزاع و کشمکش بین شاهزادگان ترک، شاهان سابق و کشورهای همسایه و دشمن داشت. بعضی از شاهزاده ها با کمال میل تحت حمایت تیمور در اومدند. بعضی از شاهزاده ها هم تو این راه جونشون رو از دست دادن. طبق نوشته های تیمور، سپاه عثمانی حدود 70,000 نفر بودند، ولی مورخان معتقدند که تعداد سربازان سپاه عثمانی چیزی حدود 40 تا 50,000 نفر بودند. تمام سپاه تیمور سوار نظام بود و از اقوام تاتار سیاه، ترک‌های قبچاق، تیراندازان مغول و سوارکاران ترکمن تشکیل شده بود و 15 فیل جنگی هم در سپاه داشتند که از هندوستان آورده بودند. این دو سپاه بزرگ دنیای ترک و دو اسم مطرح در مقابل همدیگه قرار گرفتند. سپاه عثمانی از تعقیب تیمور در آنتولی خسته و کم توان شدند و بعد از مدت کوتاهی هم در مقابل تیمور شکست خوردند. در طول جنگ خیلی از سربازان سپاه عثمانی به سپاه تیمور پیوستند. فقط رومی‌ها و سربازان ینیچری تا آخرین نفس در کنار بایزید جنگیدند و در نهایت سلطان بایزید در 16 کیلومتری میدان جنگ اسیر تیمور شد. تیمور با او مثل یک فرمانروا رفتار کرد، نه مثل یک اسیر. پس از مدتی بایزید مرد. بعضی‌ها معتقدند که بایزید زهر خورد و خودکشی کرد و بعضی‌ها هم گفتند مرگ بایزید علت‌های دیگه‌ای داشته. بعد از این جنگ امپراتوری عثمانی به مدت 11 سال وارد دوره فترت، یعنی جنگ‌های داخلی و آشفتگی در اداره امور داخلی شد و این وضعیت تا زمانی که سلطان محمد چلبی به حکومت برسه و امپراتوری رو از دوباره متحد کنه ادامه پیدا کرد و تغییر از دولت به امپراتوری و فتح استانبول به مدت 50 سال دیر شد و ترس از تیمور اروپا را فرا گرفت. پس از شکست حکومت عثمانی در مقابل تیمور، دیگه دیواری بین اروپا و سپاهیان تیمور وجود نداشت. با این حال تیمور قصد لشکرکشی به اروپا را نداشت. به نظر تیمور اروپا فقیر بود و بهتر دید که به سمت چین بره. تیمور پایه و اساس و بنیان روسیه امروزی رو گذاشته. هرچند تیمور یک مسلمان بود، ولی عقیده او با عقاید امروزی مسلمانان خیلی فرق داشت، چون عقاید تیمور با سنت‌های قبایل بیابانگرد و قوانین چنگیزخان گره خورده بود. تیمور از چنگیزخان به عنوان خان خانان یاد می‌کرد و خودش رو داماد خانها می‌دونست. طبق سنت‌های قدیمی شمنها، قبل از شروع به جنگ‌های مهم با استفاده از ارگان‌های داخلی حیوانات فال می‌گرفت. تیمور فرمانروایی بود که آسیای امروزی رو شکل داد. شاید به نظرتون تیمور یک وحشی تمام عیار بود، ولی این تعریف از او کاملا هم درست نیست، چون تیمور به علم و هنر علاقه زیادی داشت. او همه هنرمندان و دانشمندان کشورهایی که فتح می‌کرد رو به سمرقند دعوت می‌کرد. حتی به زور اونها رو به سمرقند می‌آورد. تیمور شهرهای بزرگ ازبکستان امروزی رو از دوباره ساخت. بعضی از بزرگترین میدانها و کاخهای دنیا رو ساخت. هنوز هم میدان امیر تیمور یکی از جاذبه‌های گردشگری تو جهانه. امروزه ازبکستان به عنوان نیای بزرگ تاریخ ترک شناخته میشه که واقعا هم درسته، چون غیر ممکنه به سمرقند برین و شیفته زیبایی اونجا نشین. تیمور موقع لشکرکشی به چین مریض شد و سال 1405 تو سن 68 سالگی تو یه شب سرد در دشت‌ها تو چادرش مرد. موقع مرگش یه امپراتوری بزرگ تشکیل داده بود که از مصر تا چین ادامه داشت. مورخان علوم نظامی تیمور رو بعد از چنگیزخان و اسکندر بزرگ سومین نابغه نظامی میدونن. همه دنیا تیمور رو میشناسه. این داستان تیمور بود که از صفر شروع کرد و داستان بی‌رحم‌ترین گرگ خاکستری دشت‌های آسیا. بسیار بعید هست که دوباره شخصی مثل تیمور یا چنگیزخان از آسیای میانه پیدا بشه. قبلا آسیای میانه پرجمعیت‌ترین و ثروتمندترین منطقه تو جهان بود. این اشخاص به خاطر محافظت از اون منطقه به دنیا می آمدن. ولی امروز این منطقه دیگه مرکز دنیا نیست. وقتی تیمور مرد در عرض 35 سال ماجراجویی 17 میلیون نفر رو کشته بود، ولی به عنوان یکی از بزرگترین حاکمان ترک همه دوران‌ها از دنیا رفت. تیمور رفت، ولی داستان او هیچ وقت از سر زبون‌ها نمی‌افته. امیر تیمور، تیمور لنگ، فرمانروایی که سرنوشت ستاره‌ها رو تعیین می‌کرد. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت
حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.